به شرافت قسم شرک است به الله، به اولاد قسم شرک است به الله. صوفیای ما چی میکنه؟ حاجی صاحبای ما تسبیح کلان کلان در دستش، قطعی مردم که جر بحث میکنه به این زنجیر پیغمبر قسم است. دو گناه انجام دادی، یکی شرک که قسم به غیر الله خوردی، دوم گناه دیگه تهمت به رسول الله بسته کردی. پیغمبر همینطور تسبیح داشت. این دانه های مساله‌ای که در کارخانه چین جور شده و اقتصاد چین تو قوت داده ای، جناب حاجی صاحب محترم هم که میره اونجا لبیک اللهم لبیک میگه که پس میگرده نه لبیک است نه اللهم لبیک است. باز سمعت و شهرت و فقط کارخانه چین پیش ببره. فلانی 10,000 تسبیح را توزیع کرد. تسبیح چی را میگه؟ تسبیح توزیع میشه؟ تسبیح خود سبحان الله این خالی شمار کردن است. خسته خرما را بگی، ریگ بیابان را بگی، دانه جواری را بگی شمار کن.